سلام بچه‌ها، به اولین ویدیو از چنل من خیلی خوش اومدین. خوشحالم که روی این ویدیو کلیک کردین و الان دارین این ویدیو رو تماشا میکنین. همون جور که از تامنیل و تایتل این ویدیو مشخصه، من میخوام بعد از سالها دوری از درس امسال کنکور شرکت کنم. این کانالم زدم که تنها نباشم و با شما تو این مسیر همراه باشم و با اونایی که توی مسیر کنکور و یه آزمون خیلی بزرگن همراه باشیم و دلگرمی بگیریم. درسته تایم زیادی باقی نمونده، اما من میخوام تمام تلاشم رو بکنم، چون خیلی یهویی تصمیم گرفتم همین تایم باقی مونده رو درس بخونم و تمام توان و تلاشم رو برای اون هدف بذارم و بجنگم تا قبول شم. واژه جنگیدن واژه قشنگی نیست، اما واقعیتش اینه که من بعد از سالها دوری از درس برگشتم. اون سالا من تمام توانم رو نگذاشتم، تمام انرژیمو نذاشتم. حتی اون سالایی که پشت کنکور بودم، واقعیتش فکر کردم کنکور تنها مسیر نیسته که منو به موفقیت میرسونه. درستم هسته، اما من رفتم همه راه ها رو امتحان کردم. الان برگشتم که دوباره برای اون هدفی که تو 18 سالگی تو پس زمینه ذهنم بود و دوست داشتم قبول شم تلاش کنم. واقعیتش اینه که این میتونه یه تلنگر خیلی خوبی برای بچه‌هایی باشه که امسال کنکوری هن یا حتی سال اول پشت کنکوری میتونه. از من یه نصیحت به شماها که تلاش کنید، خیلی تلاش کنید. این یه سال ارزش ریز کردن زندگیتون رو داره، ارزش گذشتن از هر خوشگذرانی رو داره. این یه سال ارزش نخوابیدن و کم خوابیدن و دور دوستا رو خط کشیدن و اصلا بیرون رفتن و خوشگذرانی ها رو داره. ارزشش رو داره. دست از اینا بردارین و بشینین پای درستون. ارزشش رو داره بچه ها. واقعیتش اینه که من بعد از سالها دوری از درس برگشتم که دوباره کنکور بدم، چون گوشه ذهنم، اون کنج دلم، همیشه یه رشته‌ای رو دوست داشتم که توی سال کنکورم و حتی دورانی که پشت کنکور بودم براش هیچ تلاشی نکردم. این میتونه یه تلنگر باشه برای کنکوریا از طرف کسی که بعد از سالها برگشته که دوباره کنکور بده. بهتون میگم تمام توان و انرژی و زندگیتون رو امسال وقف کنکور کنید. مطمئن باشید سالها بعد از خودتون تشکر میکنید. مطمئن باشید ارزش جنگیدن رو داره. اگه واقعا یه هدف دارین، یه پلن دارین که واقعا با درس خوندن میشه بهش رسید، این یه سال درس بخونین بچه، ارزششو داره، خیلی زیاد ارزششو داره. من که رفتم و برگشتم الان اینو میدونم. نذارین که بگذره و بعد پشیمون میشین. حقیقتا من موقعی که تصمیم گرفتم برای کنکور شرکت کنم، اینو یه ویدیو دیگه قراره براش درست کنم، اما حالا اینجا اینم بهش اضافه کنم که شما کنکوریا و پشت کنکوری امسال خیلی بهش دقت کنید. ماهایی که میریم یه مسیر رو امتحان میکنیم و بعد از سالها برمیگردیم، احساس میکنم ماها یعنی دیگه هر مسیری رو بوده امتحان کردیم، دیدیم نه این اونی نیست که ما میخوایم و دوباره برگشتیم. پس اگر به من میگم ارزششو داره. این یه سال بجنگی، این یه سال کمتر بخوابی، بیشتر درس بخونی، خوشگذرونی ها دل بکنی ازش، دور همیا رو بذاری کنار، دوستاتو بذاری کنار، درس بخونی، ارزششو داره. همین دیگه. من احساس کنم دیگه کافیه در مورد این صحبت کردن. حالا بسته به شرایط و اوضاع من اون موقع و اون سالا، من هیچ تلاشی حقیقتا برای کنکور و قبول شدن تو رشته دلخواهم نکردم واقعیتش. اما امسال اومدم همین تایم باقی مونده رو برای اون هدف بجنگم و خودم رو در واقع به خودم ثابت کنم. به خودم ثابت کنم که آره تو هم میتونی، تو هم مثل بقیه میتونی. آره رضی تو هم میتونی که موفق بشی، تو هم میتونی تو این 5 ماه 6 ماه باقی مونده موفق بشی. تلاش کن، میتونی. با تلاش همه چیز ممکن. با تلاش، تداوم و استمرار تو حتما موفق میشی. خوشحال میشم که اگه کنکوری هستین یا برای امتحان خیلی بزرگ و گنده درس میخونین،
منو ساب کنین و با هم تو این مسیر همراه باشیم. اینجا با هم یاد میگیریم، انرژی میگیریم، انگیزه میگیریم و برای اون هدفی که تو پس زمینه ذهن هر کدوممون هست خیلی خوب تلاش میکنیم. اینم بگم که بچه من رشتم تجربیه، تقریبا 12 سال از درس دورم و امسال که تصمیم گرفتم کتابا رو خلاصه باید از آموزش پرورش تهیه کنم که بهم گفتن لیستی کتابایی رو که میخوای اگه بهمون بگو، اگه داشته باشیم حتما بهت میدیم. بعد امروز با یه مشاوره تایم دارم و قراره که اون مشاور بهم نحوه برنامه‌ریزی و کتابای کمک درسی منابع رو اینا رو بهم معرفی کنه و من اونا رو تهیه کنم و شروع کنم. اینم بگم که بچه‌ها من در مورد خودم که بیوگرافی و اینکه چند سالمه و کجا زندگی میکنم و اینا توی یه ویدیو دیگه براتون میگم، چون که این ویدیو احساس میکنم خیلی بزرگ میشه، پس بهتر توی یه ویدیو دیگه بگم. فعلا برنامه‌ای برای آپلود ویدیوهای چنل ندارم، اما به احتمال زیاد هر هفته 2 تا ولاگ میذارم و در مورد اینکه این هفته چیکار کردم و چه پیشرویایی داشتم شما رو در جریان میذارم. واقعیتش اینه من زمانی که تصمیم گرفتم کنکور شرکت کنم به خودم گفتم یه چنل یوتیوب میزنم و اونجا دوستان و هم مسیرهای خودم رو پیدا میکنم و اینجوری هم علاوه بر این که خودم انرژی میگیرم که درس بخونم و از خودم ویدیو بگیرم، همین که اینجا آپلود میکنم بقیه اونایی هم که تو این مسیر هستن یا برای یه امتحان خیلی بزرگتر درس میخونن یه انرژی و دلگرمی و انگیزه بشه. در کل نمیخواستم توی این مسیر تنها باشم. اینم بگم که این ویدیوهایی که من آپلود میکنم هیچ ادیت خاصی نداره، چون من فکر نمیکنم تایم داشته باشم که بشینم پای ادیتای خاص و خفن. خیلی عذرخواهی میکنم، احساس میکنم دیگه همه چیزو گفتم، ولی اینم بگم که ببخشید که من خیلی توپق زدم یا بد صحبت کردم. آقا داستان اینه که من این اولین تجربه‌ام از ضبط و آپلود ویدیو هست. به هر حال ببخشید و معذرت میخوام اگه بد بود دیگه. شما ببخشید به بزرگی خودتون، انشالله تو مسیر بهتر میشید. باید بگم که شروع هر مسیری و هر تصمیم بزرگی، اصلا تصمیم کوچیک، هر چیزی برای من با خرید لوازم تحریر شروع میشه. از اونجایی که من از اون دسته آدمایی هستم که عاشق لوازم تحریرم، هر تصمیمی و هر شروع هر کاری برام با خرید لوازم تحریر شروع میشه و این مسیر کنکورم از این قاعده مستثنا نیست. پس من امروز میخوام برم لوازم تحریر بخرم، بریم یه کافی آماده کنیم و بخوریم و بعدم با هم بریم فروشگاه لوازم تحریر و یه سری لوازمی که مورد نیازمه بخرم. همینجا به شما قول میدم که من لوازمی که مورد نیازم نیست رو نمیخرم دیگه. پس بزن بریم. آقا من میتونم بگم تقریبا آمادم و باید فقط موامو درست کنم، جمعشون کنم و یکم رژ لبامو تمدید کنم و لباس بپوشم و برم بیرون. با من همراه باشید. فعلا. آقا من الان حاضر شدم که برم و متوجه شدم این ویدیو خیلی بزرگ میشه و من اینجا با شما خداحافظی میکنم و خیلی زود تو ویدیو بعدی میبینمتون.
مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودیم. فعلا خدافظ.